فرزند ما این مال ما نیست. این مال ما یعنی چی؟ فرزند ما این یک آدم دیگر است که به واسطه ما به این دنیا آمده است. ما وی دعوت کردیم که اینجا بیاید. وی ما انتخاب نکرده است که گفت نه من همین عائله به تولد میشم، نگفته این ما وی دعوت کردیم و این معنی اون ندارد که این مال ما است و ما هر چی که خواهیم با وی میکنیم. نه، وی یک آدمی آزاد است. حتی کودکی 40 روزه یک آدمی آزاد است و وظیفه ما، مسئولیت ما این است که این تا 16 سال تا به کمال رسیدنش پرورش کنیم، محیط آماده کنیم، شرایط آماده کنیم که این یک شخصیتی کامل شده به وای رسد. اما وظیفه ما با این همچون یک مال خود ما مناسبت کردن نه. اگر من چای سیاه دوست می‌دارم این معنیش این نیست که حتما کودکی منم چای سیاه، وای میتونه چای کبود خورد، برای آنکه وای یک شخص دیگر است. اگر من قهوه سیاه دوست می‌دارم این پرابلم من است. اگر فرزند من قهوه نمیخورد این معنی اون ندارد که وای حتما قهوه خورد برای آنکه من چنین میخوام.